وزیر کارهای خارجه فرانسه ژان نوئل برا گفت که اظهاراتی که در آخر یک جلسه سازمان ملل متحد درباره حل کردن مسئله فلسطین قبول شد یک سند تاریخی و نادر است. بار اول بود که کشورهای عرب حمله گروه حماس را که روز 7 اکتبر سال 2023 رخ داده بود محکوم کردند و از این گروه خواستند که سلاحش را زمین گذارد. کشورهای عربی و کشورهای دیگر در خاور میانه برای اولین بار حماس را محکوم کردند. حمله روز 7 اکتبر را جنایت دانستند و گفتند که این گروه باید از همه گونه فعالیت‌های سیاسی و رهبری مردم فلسطین کنار رود. آنها همچنین به طور آشکارا گفتند که می‌خواهند در آینده روابط خود را با اسرائیل دوباره خوب کنند. 17 کشور که در بین آنها کشورهای لیگ دولت‌های عرب، ترکیه و کشورهای اتحاد اروپا هستند به حماس گفتند که از حکومت دست کشد و با کمک سازمان‌های بین المللی و مأموریت فلسطین سلاح‌هایش را سپارد. ولی وقتی می‌بینیم که محمود عباس رهبر مأموریت فلسطین حتی یک بار هم جنایت‌های سربازان اسرائیل را در منطقه‌های اشغال شده محکوم نمی‌کند، در این حالت فهمیده می‌شود که او زیر تأثیر حکومت اشغالگر اسرائیل قرار دارد. دعوت سپردن سلاح و تسلیم شدن حماس در مقابل رژیم صهیونیستی در اصل معنای آن را دارد که تمام زمین‌های فلسطینی به اسرائیل سپرده شوند. تحلیلگران میگویند که با وجود جنگ‌های سخت و کشتار مردم فلسطین و با گرسنه نگاه داشتن آنها تا که مردم فلسطین خود بر ضد حماس برخیزند، این سیاست اسرائیل نتیجه نداد و در نتیجه خود دولت اشغالگر اسرائیل فهمید که نمیتواند حماس را شکست دهد. از همین سبب اسرائیل به کشورهایی که حتی کمی از حماس پشتیبانی میکردند فشار آورد تا آنها را مجبور کند که پر ضد حماس شوند. شما در این باره چی فکر دارید؟ می توانید اندیشه های خود را در زیر کامنتاری ها نویسید.